أما والذي حج الحجيج لبيته ولبوا له عند المهل وأحرموا وقد طأطأوا تلك الرؤوس تواضعا لعزته تعنو الوجوه وتسلم يهلون بالبيداء لبيك ربنا لك الملك والحمد الذي أنت تعلم دعاهم فلبوه رضا ومحبة فلما دعوه كان أقرب منهم والذي حج الحجيج لبيته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و ارجمند، در جلسه قبل درباره نیت خالصانه در عبادات و بالاخص در نیت حج مطالبی رو خدمت شما عزیزان و بزرگواران عرض کردم. برای پذیرش هر عمل به درگاه الله متعال دو شرط اساسی و مهم وجود دارد. یکی همان اخلاص نیت و خالصانه و بیشایبه بودن نیت و هدف هست و اگر عبادتی نیت خالصانه ای را نداشته باشد، فقط و فقط برای الله متعال نباشد، قطعا الله چنین عبادتی را نمیپذیرد. اما برای پذیرفته شدن عمل تنها اخلاص نیت و خالصانه بودن عمل برای الله متعال کافی نیست، بلکه اعمال عبادی ما و عبادات ما همراه با اخلاص نیت و خالصانه بودن هدف و انگیزه باید مطابق و موافق سنت های رسول الله صلی الله علیه و سلم و آموزه های ایشان باشد. بدین خاطر است که رسول الله صلی الله علیه و سلم در اعمال حج و در اعمال بقیه عبادات همیشه توصیه می کردند که این اعمال را آنگونه که من انجام می دهم شما هم انجام بدهید. و فراتر از این الله متعال در قرآن کریم رسول الله صلی الله علیه و سلم را با عنوان بهترین الگو و نمونه عملی برای اقتدا و پیروی برای ما رسول الله صلی الله علیه و سلم را معرفی کردند. آنجایی که در سوره احزاب می فرماید لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه لمن کان یرجو الله والیوم الآخر و ذکر الله کثیرا. رسول الله صلی الله علیه و سلم بهترین الگو و برترین نمونه عملی هست برای آن کسانی که امید رحمت و رضایت الله متعال را دارند و به روز آخرت و قیامت ایمان دارند و کسانی که میخواهند همیشه در یاد الله متعال باشند. لمن کان یرجو الله والیوم الآخر و ذکر الله کثیرا. رسول الله بهترین الگو هست برای آن کسانی که امید دارند به الله متعال و قیامت و ذاکر الله متعال هستند. رسول الله صلی الله علیه و سلم همان گونه که عرض کردم هم درباره نماز و هم درباره حج همیشه تاکید می کردند که بینید و بنگرید که من چگونه این اعمال رو انجام می دهم، شما همانند من این عبادات رو انجام بدهید. در مورد حج در حجة الوداع که اولین و آخرین حج رسول الله صلی الله علیه و سلم
در اسلام بود. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند لتأخذوا مناسککم فإنی لا ادری لعلی لا القاکم بعد عامی هذا. مناسک خودتان را، اعمال حج را از من فرا بگیرید، مرا نگاه بکنید که من چگونه این مناسک و اعمال را انجام میدهم. از من فرا بگیرید این اعمال و مناسک را، شاید من سال دیگر در میان شما نباشم که این مناسک و این اعمال را به شما آموزش بدهم. پس بنابراین ما باید بنگریم که رسول الله صلی الله علیه و سلم حجشان را به چه گونه و با چه کیفیتی انجام دادند. ما باید بر نقش قدم رسول الله صلی الله علیه و سلم عمل بکنیم، زیرا که هر عملی که مخالف با دستور الله متعال و مخالف با سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم باشد قابل پذیرش نیست. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم فرمودند من عمل عملا لیس علیه امرنا فهو رد. هر عملی که مخالف با دستور ما باشد، مخالف با آموزه های ما باشد، اون عمل مردود هست، قابل پذیرش نیست. پس بنابراین متابعت از سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم یکی از شرایط پذیرفته شدن و صحت عمل هست. یکی دیگر از نکاتی که باید به آن توجه کرد و بسیار مهم هست، خصوصا در باب حج، نفقه پاکیزه و حلال هست. همان گونه که قبلا عرض کردم، حج یک عبادت جانی و مالی هست. یعنی شما باید هم از جانتان و هم از مالتان مایه بگذارید و هزینه بکنید تا اینکه بتوانید حج را انجام بدهید. و هزینه ای را که در حج هست و اموالی را که شما در ذهاب و ایاب و رفتن و برگشتن به حج شما خرج می کنید، قطعاً باید یک هزینه و یک مال حلالی باشد. در روایتی رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید ان الله طیب لا یقبل الا طیبا. الله متعال پاک و پاکیزه هست و به جز پاکیزگی چیزی را قبول نمی کند. و الله متعال فقط و فقط اعمال پاکیزه و بیشایبه را قبول می کند. و ان الله امر المؤمنین بما امر به المرسلین. الله متعال همان دستوری را که به پیامبران خودش داده در این زمینه، دقیقاً همان دستور را به مؤمنان هم داده. دستور الله متعال به پیامبران الهی این هست که الله متعال می فرماید یا ایها الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم. ای پیامبران، ای رسولان، ای فرستادگان من، کلوا من الطیبات، پاکیزه بخورید، چیزهایی را که پاکیزه و حلال هستند استفاده بکنید، و عملوا صالحا، و اعمال خیر و نیک انجام بدهید. انی بما تعملون علیم، من به اعمال شما آگاهم. و در خطاب به مؤمنان و مسلمانان الله متعال می فرماید یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. ای مؤمنان، از پاکیزگی ها و موارد پاکیزه‌ای که ما به شما عنایت کردیم و رزق و روزی شما کردیم بخورید. واشکروا الله ان کنتم ایاه تعبدون. اگر واقعا الله متعال را می پرستید و پیرو الله هستید، پس حتما باید پاکیزه بخورید و الله متعال را شکرگزار باشید. و در ادامه این روایت رسول الله صلی الله علیه و سلم درباره یک انسانی که به سفر رفته و در سفر دچار مشقت و سختی شده
موهایش پریشان و ژولیده و سر و رویش گرد و غبار گرفته، نهایتا دستها را بلند می کند و می گوید یا رب یا رب، به درگاه الله متعال دعا می کند. اما رسول الله می فرمایند و مطعمه حرام و ملبسه حرام و مشربه حرام و غذی بالحرام. تمام این موارد حرام هست، خوراکش، پوشاکش، نوشیدنیهایش همه حرام و با حرام تغذیه شده. در ادامه فرمودند فانا یستجاب له، چگونه برای چنین انسانی اجابت خواهد شد؟ پس بنابراین اگر ما میخواهیم که حج ما حجی باشد که مورد پذیرش الله متعال باشد و دعای ما دعای مقبول و مستجابی باشد به درگاه الله متعال، بنابراین باید نفقه ما و خرج و هزینه ما در سفر حج باید حلال باشد. و نقطه دیگری که بسیار اهمیت دارد و باید به آن توجه بکنیم، فرا گرفتن مسائل و احکام حج هست که این برنامه هم برای این تدوین شده که شما بیننده گرامی با اعمال حج و با احکام و مناسک حج آگاهی پیدا بکنید. این حج را الله متعال شاید برای یک بار برای من و شما مقدر کرده باشد، چه بسا شما سالها در انتظار بودید، در نوبت بودید تا اینکه بتوانید به حج بروید. بعد از سالها انتظار و سالها امید و آرزو الله متعال شما را موفق کرده که در این سال به حج خانه کعبه بروید. پس بنابراین سعی بکنید که حجی را که بعد از سالها انتظار و سالها آرزو به شما رسیده، سعی بکنید که اعمالش را، مناسکش را، احکامش را دقیقاً فرا بگیرید و همان گونه که رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام میدادند شما هم بر نقش قدم رسول الله صلی الله علیه و سلم گام بردارید که ان شاء الله این حج شما حج مبرور و مقبولی باشد به درگاه الله متعال. پس بنابراین فراموش نکنید، هم باید اخلاص نیت داشته باشید و هم متابعت و پیروی از سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم و هم مال و نفقه تان در این سفر باید حلال و پاکیزه باشد و هم احکام حج را آنگونه که شاید و باید فرا بگیرید تا این که اعمالی را که در حج انجام می دهید کاملا با درایت کامل و با اطمینان کامل باشد که این امر مستلزم این هست که حج شما یک حج مقبول و صحیح باشد، که این امور حج شما را و صحت اعمال شما را ان شاء الله ضمانت خواهند کرد و حج شما که با اخلاص نیت باشد و متابعت از رسول الله و با نفقه و خرج حلال و با آگاهی از احکام حج ان شاء الله چنین حج مبرور و مقبولی ان شاء الله قرار خواهد گرفت. تا برنامه دیگر تمام شما را به الله متعال می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. أما والذي حج الحجيج لبيته ولبوا له عند المهل وأحرموا وقد طأطأوا تلك الرؤوس تواضعا لعزته تعنو الوجوه وتسلم يهلون بالبيداء لبيك ربنا لك الملك والحمد الذي أنت تعلم دعاهم فلبوه رضا ومحبة فلما دعوه كان